الله صلی الله علیه و سلم میبیایم آخران حج میکنن 6 ماه بعد پیغمبر میمیره. در همین حجة الوداع رسول الله میبیایم بلال آغوش میگیره پیش کعبه ده میگه ای کعبه ای کعبه احترامی تو نزد خدا ده بسیار بزرگه که تو قبله مایی، لیکن اینا فراموش نکن که احترام بلال ای تو بالا است. عزت بلال بینید برای آن که این بلال خدا خلق کرده ترا بابام ابراهیم ساخته. بعد از رسول الله در یک روایت دیگر میگه ای کعبه ای کعبه تو با حرمت ترین مخلوق خدای نزد خدا ده، لیکن از مرتبه و حرمت تو مرتبه حرمت و عزت دو مسلمان بالاتر است. ما باید دیگران حرمت کنیم که حرمت ما یک کعبه بالا بوده، در قلب ما ایمان است. قبله به چند مقدس هم باشه اما ایمان در قلب ما است. ما باید دیگران دوست کنیم. اما بینن بلال حبشی را که به یک اندکک بینن که یک اندکک زندگی داره، اندکک کار داره، اندکک بندگی داره، اندکک بینه با چی؟ ایمان و غیرت بلال امروز مشرکای قریش ترسان. روزی شد که زنجیرها هوی شدن، مردم به سوی دارالهجرت مدینه رو می آورد. بلال محبوبی هم بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم بلال آغوش میکرد، قچاق میکرد. بعد از اون از همه نعمتی بزرگ مؤذن جناب پیغمبر رسول الله گفت شب مرا سیر دادن ای بلال در بهشت بدون صدای کلوچات در بهشت همیدون. کسی رحم میگشت نمید رحم میگشت چی سبب شد به این مقام رسیدی؟ گفت هر صبح من 2 رکعت نمازی چاش میخوانم بعد وقت عبور آمدن در آخرش دعا میکنم که پروردگارا من ای تمام دنیا اول تر خیلی پیغمبر رو دوست میدارم، من اینمی قدر چی دارم. همین سبب شده رسول الله صدای خشخش کلوچای بلال را در بهشت فهمیدن. نه پول داره، نه مال داره، نه اولاد داره، نه اجداد داره. وقتی مردنش میخنده بالای سرش جمع میبیاین در شام امروزه چی میخندی بلال؟ چی تبسم داری؟ چی میبینی؟ چند سال بود من این لحظه رو میکفتم. چی لحظه های؟ من لحظه ای رو میکفتم که اکنون امروز فرا رسید، اکنون دروازه های آسمان کشادن پیغمبر آمده است. من بعد مرگ رسول الله چندین سال بودی آرزو را میکردم التماس در پوشه و برای پیش من مون پیغمبر بیاید. رسول الله پیش من آمده است، دروازه ها رو وی کردیم. من پیغمبر دیده استم، من دکتر، من معالجه کننده قلب من دیده استم، من میرم پیشش. من در کار نزید دنیا میگم مرگش میگه تبسم کرده را. امروز کجایی ده که بلال میگم ما میگم از آنگوی رسول الله های. بلال میگم ما گمان میکنیم که او سیاه نیست، او از ماه سفیده. اما امروز بلال عزت شبینه، بلال آبرو شبینه. پیغمبر آمد انیخل خدا شناسی آمد لیعبدوا الله مخلصین له الدین. دین انیخ تربیت میکنه پیغمبر. یکم وظیفهش همین بوده که خالصا آمده که ما رو مخلص خدا کنه. بین درای بین ما و خدا یگان چی طلب نمیکنه. قرآن میگه لا اسألکم اجرا، لا یسألکم اجرا. این مردای